عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همراهان گرامی فروشگاه قطعات جیپ پیشاپیش عید نوروز باستانی ایران زمین رو خدمت همه سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم سال جدید سالی پر از برکت، پر از شادی باشه. یه سلام ویژه عرض میکنم خدمت خانواده بزرگ جیپ سواران ایران زمین. البته ما خودمون رو جزء کوچیکی از این خانواده میدونیم. سالی که گذشت کم و کاستی خیلی زیادی داشتیم. البته یه چیزی هم که خیلی ما رو اذیت کرد تو سال گذشته از دسترس خارج شدن پیج اینستاگراممون بود. البته آرشیو عکسامون نقطه عطف ما بوده. امید ما به شما دوستان ما هرچی هم که داریم از بزرگواری شما عزیزان میدونیم، در کنار شما بودن ما رو به همون دوران برمیگردونه. حالا قسمت کار این شکلی بوده. عرضم خدمت دوستان گاهی گمان نمی کنی ولی می شود، گاهی نمی شود که نمی شود، گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قره به نام تو می شود، گاهی گدایی و گدایی بخت با تو یار نیست، گاهی تمام شهر گدای روی تو می شود. این را بدان، این را بدان پیدا و پنهان عزیز، بی لطف و کرامت خالق یکتا نمی شود. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. یا حق.